نوشته ضد بارداریه. بابا بیخی ها. آقا یه شما اگه برای ضد بارداری آموکسیسیلین میخورین دقیقاً درست گفتی، ضد بارداریه. اگه برگردی به قبل بازم حاضری بری عشق ابدی با وجود این همه فشار روانی؟ آره چون من اینا رو میذارم پای چیز دیگه، میگم اینا تجربه های زندگیه. الان من بعد عشق ابدی امروز داشتم اتفاقا به سارو و مامانم گفتم من بعد عشق ابدی خیلی عصبی شدم، یعنی پشه تو هوا میره بهش گیر میدم. از لحاظ روی هنوزم یعنی من دارم عواقب عشق ابدی رو پس میدم، ولی میرم بعد خودمو درمان کنم. مظلوم نمایی نکن. من اصلا نیازی به مظلوم نمایی ندارم. من وقتی که در حقم بدی شد نیومدم مظلوم نمایی بکنم. الان که دیگه از برنامه رفتم بیرون و هیچ اتفاقی نیفتاده بخوام مظلوم نمایی کنم. من قوی تر از این حرفا. تو زندگیم انقدر یه بحرانای خوش سر گذاشتم که نیازی به مظلوم نمایی ندارم. مرسی بابت گیفتاتون، قربونتون برم. من تازگی خیلی رو بلاک میکنم. چرا میری وقتی انقدر اذیت شدی؟ اینو میشه تجربه زندگی. شما اگه بخوای همش یه جوری زندگی کنی که بدون ریسک باشه، بدون اینکه اذیت بشی، بدون اینکه سختی ببینی، شما همونجوری راکت میمونی توی زندگی و هیچ وقت به چیزایی که میخوای نمیرسی و پیشرفت نمیکنی. من تمام سختی‌ها رو به جون میخرم اما در کنارش پیشرفت میکنم. نه اینکه بخوام راه سختی رو انتخاب بکنم هیچ پیشرفتی هم نکنم، فقط سختیشو بکشم. نه، من آدم ریسک پذیریم توی زندگی. چشم عسلیه. عسلیه. سبز و عسلی. سبز عسلیه. تازه متوجه شدم سبز عسلیه. سبز عسلیه. با زهرا هنوز حرف میزنی؟ آره حرف میزنی. از بین ماه گرفتگی رو نگاه نمی کنی؟ شب شاید بریم ساحل اونجا چیز کنیم، بریم یوگا کنیم. مریم دوستم بریم. نوشته که به خاطر کدوم هنرشون میخواستن معروف شن. یه دقیقه بذار من جواب اینو بدم. نوشته چرا نرن؟ اگه نمیرفتن به خاطر کدوم هنرشون میخواستن معروف بشن. من نمیگم هنر خاصی دارم که معروف شدم، نمیگم اصلا لیاقتشو دارم یا ندارم که معروف شدم، ولی همین هم خودش یک توانایی میخواد. یک کسی رو میخواد که از پس یه سری چیزا بر بیاد، از پس دیده شدن بر بیاد، بتونه چجوری صحبت کنه، بتونه هندل کنه، بتونه بیزینس بعدش راه بندازه. فقط مسئله دیده شدن نیست. چطوری دیده بشی؟ چطوری دیده بشی و چطوری ادامه بدی این دیده شدن. با محبوبیت بیای بالا یا با منفور؟ فشار عصبی نداره. میگم بچه ها همشون کاری به هیچ کس ندارم، ولی همه حقشون بود به پیجشون بره بالا، به خاطر اینکه فشار و استرس عصبی که اونجا داشتن همه ماها نبودیم اونجا. اینکه تو خونت یه نفر دیگه یکی از دوستات هم کنارت زندگی کنه، روز دوم سوم بالاخره سر یه سری چیزا عصبی میشی، ناراحت میشی. حالا فکر کن شما 20 نفر آدم با هم توی یه ویلا دارن زندگی میکنن با دیدگاه‌های متفاوت. بچه اکستنشن کردم. کسایی که عشق ابدی از دور دیدن میفهمن که تو چقدر خوبی. عشقم و همه دوست دارم. مرسی، نظر لطفتونه. بچهای دیگه هم بچهای بدی نیستن، بچهای خوبی هن. فقط یه سری جاها یه سری ریاکشن ها نشون دادن مثلا که
مردم نپسندیدن یا جایز نبوده اون ریاکشن اون توی اون لوکیشن، وگرنه اونا هم بچهای بدی نیستن. حالا من شاید از یه سریاشون ناراحت باشم و واقعا نخوام ببینمشون، ولی این دلیل بر بد بودن اونا نیست. الان مشغول چی نوشته بود؟ نصف اینقدر ماشاءالله زیاده که غذای مورد علاقت تو ترکیه چیه؟ فاصولیه. اونم از مارک خود فاصولیه. خیلی دوست دارم. چه سوالیه میپرسید آخه؟ رفتی؟ خود مارک فاصولیه. داشته خیلی دلم سوخت رفت، نتونستم بخونم. چقدر تو مهربونه، خیلی خوشگلی. واقعا نمیتونم بخونم که. الان مشغول چه کاری هستی بعد از بیرون اومدن از عشق ابدی؟ بچه‌ها مشغول واقعیتش من میخوام جشن 1 میلیون رو بگیرم، ولی خب به خاطر آب و هوا و اینا هی داره لوکیشن تغییر میکنه، یه سری چیزا تغییر میکنه، یه عقب میفته. این کارو بکنم قراره بیزینس جدیدمو بهتون معرفی کنم انشالله. وقتی 100% شد اون موقع بهتون. مسعود رفیقه تا یا دوست داره؟ پشا رو خوب؟ نمیدونم مسعود رفیقه. مسعود عشقه. من مدیر برنامه. عشقه. موکا کجاست؟ موکا اینجاست. خوابه. بخور مامان زندگی. نه من نمیتونم. جون تو نمیتونم. نوش جونت زندگی. بخورش. تو نمیخوری؟ اولین دختریه که به چشم انقدر ظریف میاد. یعنی به چشم من ظریف نمیاد، خیلی ظریفی. انگار خدا نشسته با خطکش بوده این دستت این پاها. نه خیلی ظریفی دیگه. خودش ظریف داره. رنگ مورد علاقه مشکی. من بلاکت میکنم قربونت برم که راجع به مادر کسی صحبت نکنی و نخوای التماس کنی که منو نبینی دیگه. بخوایم منو نمیتونی ببینی اینجا. بچه من برنامه رو به حتی وقت خودم توی برنامه بودم نگاه نمی کردم. الان که دیگه خودم نیستم که اصلا حتی تیکایی که منشنم هم میکنن نگاه نمی کنم، فقط لایک میکنم. هیچ نظری واقعا راجع برنامه ندارم، اصلا نمیخوام راجع برنامه صحبت کنم. صورتت پر شده؟ شاید به خاطر اومدن مامانم داره واسم غذا درست میکنه. چرا پیام افغانا رو جواب نمیدی؟ به خدا من هر چی ببینم جواب میدم. مثلا آدم نجات پرستی نیستم اتفاقا. میخوای مهاجرت کنی از ترکیه؟ هم یه سوال رو چند بار پرسیدن در مورد مؤسسه، من جواب بدم. من به نظر خودم میگم چون من مؤسسه رو ندیدم و از بیرون فقط دیدم، نمیشناسمش. مؤسسه فکر میکنم یکی از دخترای کم سن و سال اونجاست. چند سالشه؟ 23 ساله. آره 23 سالشه، سنش پایینه. بعد یه شوک بزرگ بهش وارد شده که دوست سرش پارتنرش میاد تو برنامه و بهش خیانت میکنه. دقیقاً مصادف با سالگرد دوستیشون وارد برنامه میشه و جو اونجا رو از قبل هیچی نمیدونسته که کی با کی مشکل داره، چه اتفاقایی ما داریم میبینیم. ولی اون 4 روز 5 روز بوده وارد برنامه شده و ندیده، نمیتونیم قضاوتش کنیم. از یه طرف هم یعنی شما توی هر لحظه‌ای که داره شاهین به تناز محبت میکنه نگاه کنید، محدثه کلا چشش اون بره و واقعا به هم میریزه. هر دختر دیگه من خودم میذارم جاش، من به هم میریزم، نمیتونم تحمل کنم. خیلی میخواد نشون بده که خیلی قویه، مثلا مشکلی نداره که دختر قوی هست.
چندین ماه طول میکشه شما بخوای اکس تو پارتنر قبلیتون به هر دلیلی ازش جدا شدی، حتی خیانت، بخوای فراموش کنی و اون در واقع مرحله رو بگذرونی. چه بسا اینکه بیای پارتنر قبلی تو یعنی قبل برنامه باش تو بغلش بودی و بعد بیای تو برنامه بغل یکی دیگه ببینیش با چشت و ریاکشن هایی که نشون میداد به خاطر این بود که سعی کرد خودش رو خیلی قوی نشون بده و جلوی تنازینا مثلا حس اینکه کوچیک ضعیفه نشون نده که بخوان اونا روش گارد داشته باشن و اینا. یعنی تمام تلاشش این بود که بگه من به هم نمیریزم، با اینکه داشت به هم میریخت. یعنی توی فروپاشی روانی کامل بود و نمیتونیم قضاوتش کنیم و شما هم میخوام قضاوتش نکنید واقعا بابت این. و به نظر من داره هیچی میگیره که شاید انقدر دیگه لیاقتش نیست واقعا. آره. هیچ کدوم از بچه ها این حجم از عید لیاقتشون نیست، چون یه ریالیتی شو بود. حالا چه خوب چه بد تموم شد. من یه سوال دستشون بکنم رو چیزایی تکرار میکنم.